بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. فضل و قیمت و ارزش اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مخصوصا امام حسین، در نزد هیچ مسلمانی پنهان نیست. ما تمام کتاب‌های روایی و حدیثی شیعه و سنی رو باز بکنیم، ما روایاتی داریم از اهل بیت. اصلا یک بابی تعیین کرده در صحیح بخاری و بسیاری از کتاب‌های حدیثی در فضل و قیمت اهل بیت. پس این یک چیزی ثابت. اما متاسفانه یک عمل کردی که از زمان یزید شروع شد و احتمالاً تا به امروز هم ادامه داره، پنهان کردن فضیلت نیست. امام حسین در نزد یزید و یزیدیان فضیلت داشت، اما تا به امروز کسانی هستند که دارن سعی میکنن هدف رو پنهان بکنند. چرا امام حسین حرکت کرد؟ امام حسین از این حرکت خود ثابت کردن فضل و تقوای خودش رو داشت، اما نه، میخواست یک چیز دیگر رو برای جامعه اسلامی و برای بشریت بازگو بکنه. خداوند خیلی زیبا در قرآن میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به درستی که ما در هر امتی رسولی رو فرستادیم، برگزیده ای رو انتخاب کردیم که کار این رسول و این برگزیده و این امام یک پروژه بسیار مهمی که به دو قسمت تقسیم میشه هست. یک، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این که خدا را عبادت بکنید و از طاغوت و ظلم و ستم و ظالمین و ستمگران دوری بگیرید. امام حسین رضی الله عنه قیام کرد تا این که عبادت خداوند زنده بشه. امام حسین قیام کرد تا ظلم ظالم و ستم ستمگر کم بشه. امروز اگر ما میخواهیم ادعا بکنیم که کشور ما، جامعه ما، خانواده ما قلب بنده، قلب و جنبش و نهضتی حسینی است، باید این دو عمل رو من فراموش نکنم: ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اگر بنده در هر جایگاهی در جامعه قرار دارم، هر لباسی رو به تن دارم، لباس دیانت، لباس مدیریت، لباس ریاست، لباس طبابت، لباس تجارت، و ادعای من این است که من حسینی هستم، باید تلاش من بر این باشه هر کاری رو که دارم انجام میدم، اون کار برای زنده نگه داشتن عبادت خداوند باشه و دوری از ظلم و ستم. خطبه من باید خدایی باشد و در اون هیچ ظلم و ستمی به وجود نیاد. مدیریت من، ریاست من، قدرت من، نفوذ من برای تحقق یافتن عبادت خداوند باشه و دوری از ظلم و ستم. امروز دوستان، اون پروژه‌ای که خیلی ها در زمان یزید شروع کردن و تا به امروز ادامه دارد این است: زبان بگوید حسین و قلب قلب یزید. زبان بگوید دوری از ظلم و ستم، اما تمام عمل کرد من باشد ظلم و ستم. این تحقق پیدا نمی‌کنه اون هدفی که امام حسین رضی الله عنه داشت. امروز من خیال بکنم با یک احساساتی، ابراز یک احساسات، چه در نزد شیعه و چه سنی، با این احساسات من میتونم اون هدف رو به وجود بیارم، این اشتباهه. دیدید امروز همه رو درگیر این احساسات کردن، چه احساسات صادق چه احساسات کاذب. همه رو درگیر بیان فضل امام حسین کردن و آیا جایز است که بر یزید لعن بکنیم یا نه. آقا جایز هست یا نیست؟ امام حسین برای این که ما یزید رو لعن بکنیم حرکت نکرد. پس دوستان و سروران گرامی، سعی بکنیم راه رو عوض نکنیم. سعی بکنیم این پروژه‌ای که انبیا اون رو افتتاح کردند و شروع کردند
و امامان ما و بزرگان ما مانند امام حسین، مانند امام شافعی، مانند امام ابو حنیفه، مانند خلفای راشدین اون پروژه رو ادامه میدادن، امروز به دست ما و به خاطر این احساسات مذهبی و عقیدتی که بر ما غالب میشه اون اهداف و اون پروژه ها رو ما کمرنگ نکنیم. امام حسین قیام کرد برای احیاء واجبات، امام حسین قیام کرد برای پررنگ شدن سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام حسین قیام کرد تا اینکه بشریت زیر بار ظلم نره. امام حسین قیام کرد تا اینکه مردم شب گرسنه نخوابند. امام حسین قیام کرد تا اینکه تبعیض و طبقه بندی در جامعه به وجود نیاد. اگر ما این رو داریم میبینیم نهضت ما حسینی است. اگر این نیست زبان میگوید حسین و نهضت یزیدی است. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم.